وقلیل من عبادی الشکور. مسافر و غریب حقیقی نه آن که به روسیه یا یمن و سوریه می رود، اما همانی که به کفن پیچانیده بالای تابوت می برند. غریب است. غریب با مناسبت با دیگران حقوق و گذرگاه خود را دارد که در آن می رود. راه باشد دراز و ذخیره ها کم. قوت و نیرویم تمام شد. مرگ باشد در را می کوبد. ولی من گناهانی دارم که تا حال پاک نکردم. الله باشد همه غیب و نهان را می داند. یا الله پاک با صبری برایم وقت دادی، اما من در گناه دوامت می کنم. الله باشد آن را با پرده می پوشاند. ساعتها و روزهایم بی پشیمانی می گذرند، بی گریه، بی ترس و بی رنج و عذاب. من همانم که در را با نافرمانی های پنهانی بر رغبت می پوشم، اما یقینم که چشمان او تعالی می بینند. وای بر من در این لحظه که آنچه پنهان می کردم در نامه اعمالم نوشته گردد. وای بر آن که در دلم باقی مانده و وجدانم را عذاب می دهد. مرا بگذارید با آن روحم که به آخر با آن خاطره های گذشته و پشیمانی در عذاب باشم، گویا که در احاطه پیوندانم باشم، ناتوان در بستر خواب و دستانشان مرا از یک طرف به طرف دیگر می گرداند. دکتر را آوردند که مرا طبابت کند، اما برایم دوای نیافت. دردم زیاد شد و مرگ بیرحمانه از تمام اعضای بدنم روحم را می کشید. جانم را آه گرفت و تلخی آه و آب دهانم را درک کردم. جسدم را پوشانیدند و با ناامیدی رفتند. برای خریدن کفن رفتند و هر کسی که به من نزدیک بود با شتاب مرده‌شوی را می گفت و می گفت ای مردم، ما مرده‌شوی خوب و سزاوار و دانا را می جوییم. نزدم آدمی آمد و لباسم را بدر کرد و با من تنها بماند. منی به حرکت را روی میز ماندند و با آب بدنم را پاک میکرد. 3 بار مرا بشست و به مردم امر کرد که کفن را بیارند. لباس من آن شد که آستین ها نداشت و ذخیره ام گیاه های خوشبوی بود که در داخل کفن انداختند. مرا از این دنیا راندند. وای بر من، چگونه دهشتناک است براه برآمدن به ذخیره. 4 نفر مرا در کتف خود برای آخرت می بردند و دیگران در قفا. مرا نزد محراب ماندند و خود رفتند. امام جنازه را خواند، نمازی که در آن رکوع و سجده نیست. مرا آهسته به درون قبرم فراوردند. یکی از آنها مرا به قبرم نهاد و رویم را کشاد و از چشمانش اشک جاری شد که ریش‌هایش تر شد. خاک را بالایم پاشیدند. دهشت مرا فرا گرفت که چی در پیش مرا انتظار است. در پیش منکر و نکیر چی میگویم؟ ترس فراگیرم شد. لحظه ای که آنها را فکر کردم، مرا شناندند و سوال و جواب را آغاز کردند. نیست غیر تو ای الله کسی دیگر و کسی غیر تو نیست که مرا نجات بخشد. رحم کن از رحمتت مرا و امید ببخش. در حقیقت در گناه غرق شده‌ام و در حقیقت غلام گناهانم گردیدم. نزدیکانم مال و ملکی مرا به هم تقسیم کردند، اما گناهانم
با وزنینی هایش با من بماند. همسرم دیگری را به خود شوهر کرد و مال و ملک خانه‌ام را به اختیارش گذاشت و فرزند مرا به خود خدمت گذار گرداند. اموال من برایشان به آسانی میراث ماند. تو را این زندگانی دنیا فریب نکند. زندگانی این دنیا جز بازی و بیهودگی چیزی دیگر نیست که دلها با آن سرگرم می شوند و بدنها با آن بازی می کنند، به سببی که در آن زیب و زینتها و شهوتها آراسته شده است. بعد از آن زود از بین می رود. با آنان نگر که بعد تو باقی ماندند و مال دنیا را جمع کردند. آنها نیز این دنیا را با یک کفن عوض می کنند. با آنچه که امروز داری شکرگزار باش، حتی اگر غیر سلامتی بدن چیزی دیگری نیست. ای کارنده تخمهای نیک، تو حاصل نیک به دست می آری. وای بر آنانی که تخم بدی می کارند، تو در غم و اندوه باقی میمانی. ای جانی من، ای جسمی من، نافرمانی را بس کن، عملی نیک کن تا که الله رحم کند. ای جان، وای بر تو ایمان بیار، شاید بعد مرگت پاداش نیک را سزاوار شوی. و درود و سلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم و شکر و ثنای بی پایان الله تعالی را هر صبح و شام ما را رزق و روزی و رحمت و بخشایش عطا می کند. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کند و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کند. ما با هم پیش می رویم. ای جانی من، ای جسمی. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه های ما، هر یک شما را خوش آمدید میگویم. امروز روز شنبه است و چون همیشگی همین وقت و ساعت 18 با وقت اروپا و ساعت 20 با وقت مسکو ما برنامه دانش و سنجش را آغاز میکنیم و این لحظه ها برنامه ما مستقیما پیشکش شما می شود. هر جایی که شما هستید، هر جایی که شما تماشا میکنید، ما را در افیر مستقیم تماشا میکنید و ما در شبکه خردککی دانش و سنجش امروز قرار داریم. چون که شما میدونید، چون که شما میبینید، نه اونقدر تماشابین زیاد داریم عین حال، اما الحمدلله آنهایی که همیشگی با ما هستند، آنهایی که همیشگی انتظاری برنامه های ما هستند، این لحظه به شبکه ما آبونه شدن، پیوست شدن و شما خواهش میکردم که زیر نوار لایک مانید و نوار را به دیگران فرستید تا که دیگران نیز توانند در برنامه ما امروز اشتراک کنند. و برنامه امروزه ما درباره بهشت و درباره دوزخ از استفاده آیات های قرآن کریم و ترجمه معنای آن. و امروز می خواستم باز یک یادرسی دیگر کنم. یعنی در هر برنامه دانش و سنجش ما تنها به همدیگر از آن که همدیگر را دوست می داریم یادرسی می شویم. از این خاطر حتی در چند
سوره های قرآن کریم نیز آمده. در سوره حجرات الله تعالی میفرماید همانا مؤمنان با هم برادرند. سوره حجرات آیت 10. و یا یک حدیث دیگری از باقی نکاکاران برایتان میخوانم و بعدا انشالله آغاز میکنیم. شما گیم پین را من پایان نوشته کردم، میتوانید داخل شوید به برنامه. از ابو رقیه تمیم ابن افس داری الله از او راضی باشد روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود دین عبارت از نصیحت و خیراندیشی است. گفتند برای چی کسی؟ برای کی یعنی؟ فرمود برای الله و برای کتابش و برای رسولش و برای رهبران مسلمان ها و برای همه مسلمین. و یا در جای دیگر از جریر ابن عبدالله الله از وی راضی باشد روایت است که گفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ادای نماز و دادن زکات و نصیحتی هر مسلمان بیعت نمودم. یا اینکه در روایت دیگر آمده است انس الله از وی راضی باشد روایت کرده که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی از شما مؤمن شمرده نمی شود تا اینکه دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را که برای خیش دوست دارد. یعنی که هر آنچه که شما برای خودتان دوست می دارید برای برادرتان نیز دوست دارید. و اگر شما می خواهید امروز در برنامه ما اشتراک کنید و دوست دارید که در این برنامه اشتراک کنید، برای برادر خودتان نیز دوست دارید را و روان کنید تا که آنها نیز در برنامه ما امروز اشتراک کنند و ما و شما توانیم شوق ور بازی را یک جای با شما دوام دهیم. اینک ماشاءالله میبینم که 12 نفر علاقه داخل به برنامه ما شدند و من اکران را نشان میدم به شما. خیلی خوب. 562 97 35 562 97 35 هر یکی شما را خوش آمدید میگم. موضوع امروزه ما به نهایت موضوع عادی و آسان ما و شما یادآوری میکنیم به هم دیگر هر آن چیزی که در کتاب الله نوشته شده است و من ترجمه معنای آن را عیناً از کتاب برای شما میخوانم تا که یادرسی به ما و به شما شود. خوش آمدید. میبینم که 12 نفر این لحظه ها در داخلی برنامه ما هستید. زیادتر شویم تا که برنامه شوق آور شود. من نمیدونم که چند نفر ما رو تماشا میکند این لحظه ها. به هر حال خیلی خوب. زیر نوار لایک مانید و نوار رو به دیگران نیز فرستید. خوب میشد که اگر ما این رو در صاحبشیستوه های یوتیوبی آنهایی که شبکه های بسیار هزار نفره دارند تقسیم کنند تا که تماشابین زیادتر شود. من کوشش کردم در شبکه قرآن دستور عملی انسان نیز پخش مستقیم را برگزار کنم، اما بعضی به فکرم مشکلی های تکنیکی هست. از این خاطر همه شما آنهایی که در شبکه قرآن دستور عملی انسان این لحظه ها تماشا میکنید ما را به شبکه دانش و سنجش داخل شوید. یعنی برنامه در شبکه دانش و سنجش است. مرحمت اینجا که آمدید حتما میتوانید در برنامه اشتراک کنید. خیلی خوب. خب این لحظه ها ما کوشش میکنیم تا که در دیگر شبکه ها پهن کنیم دیگران نیز وارد شوند به برنامه ما. خیلی خوب. خوش که باشد. خب بیایید این لحظه قسمت اول را نباشد آغاز میکنیم و شاید بعضی نفرانی دیگر به قسمت دومی برنامه ما آمده میرسند.
15 نفر هر یکی شما رو من خوش آمدید میگم انشالله. خیلی خوب. و گیم پین 562 97 35 است. داخل شوید به واسطه نوشته کردنی انا همین گیم پین. خیلی خوب. امیدوارم که صدا همش خوب شنیده می شود و آنهایی که در شبکه قرآن دستور عمل انسان ما رو تماشا میکنید، من چت رو آنجا نمی خوانم، تنها چتی شبکه دانش و سنجش رو می خوانم. از این خاطر به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید، ابونه شوید و افیری مستقیم در آنجا است. یعنی در شبکه قرآن دستور عمل انسان تنها یک نسخه یعنی همین برنامه است. از این خاطر همه شما رو خواهش میکردم که به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید، نه اینکه در شبکه قرآن دستور عمل انسان، چون آنجا شما نمیتوانید، شاید کمی حتی افیر در آنجا سستر میرود، یعنی دیرتر میرود. از این خاطر به شبکه دانش و سنجش ابونه شوید و اینجا پیوست شوید. خب آنهایی که در قرآن دستور عمل انسان ما رو تماشا میکنید، من در ثواب 6 و شبکه یوتیوبی رو موندم، دانش و سنجش رو، شما از اونجا استفاده پیوست شوید، چون من میبینم که اکثریت از قرآن دستور عمل انسان ما رو تماشا دارند. و خوش آمدید. قسمت اول رو آغاز میکنیم و از مدیراتور خواهش میکردم که در چت قرآن دستور عمل انسان نوشته کنید تا وسیلکه دانش و سنجش را در چت قرآن دستور عمل انسان فرستید تا که آنها نیز، آنهایی که در قرآن دستور عمل انسان ما را تماشا میکنند، توانند به دانش و سنجش پیوست شوند. الله پاداش نیکتان دهد. و بسم الله آغاز میکنیم قسمتی اولی برنامه را. چت را نیز در دانش و سنجش نوشته کنید. بسم الله. دانش و سنجش و قسمت اولی برنامه ما. محمد صلی الله علیه و سلم جبرئیل را در کجا باز دید؟ موافق به سوره 53 آیت 13. نزدی درختی سدرة المنتهی، نزدی درختی خرمای زمینی، نزدی خانه بابایش در بازار. کدامش درست است؟ محمد صلی الله علیه و سلم جبرئیل را در کجا باز دید؟ موافق به سوره النجم آیت 13. و 30 ثانیه وقت داریم. جوابهای شما خیلی خوب. 5 نفر جوابی درست گفتید. بله، در نزد درختی سدرة المنتهی. انا همین جوابی درست بود. در سوره النجم آیت 13 چنین آمده است: و براستی محمد صلی الله علیه و سلم جبرئیل را به صورت حقیقیش بار دیگر دیده بود در نزدی سدرة المنتهی. و خب بیایید اکنون میبینیم که در قسمت اولی برنامه ما به سوال اول جوابهای درست گفتند. رومیسا، سلمان، موحید، عبدالرحمن و امین، آنهایی که در جاهای نمایان هستید، من شما را صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب. سوال دو: در نزدیکی سدرة المنتهی چی قرار دارد؟ جنت المأوا، رودی بزرگ، کوهی پر از قله ها، بیابان. در نزدیکی سدرة المنتهی چی قرار دارد؟ موافقه ان همین سوره نجم آیتی دوامش 14 و 15. چی هستن همین سدرة المنتهی؟ چون با نام عینی خودش آمده است در آیت قرآن.
بله، جنت المأوا. و 7 نفر جوابهای درست گفتند. اکنون بیایید میخوانیم من همین قسمت را. در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک باری دیگر نیز آن فرشته را به صورت کامل مشاهده کرده بود در نزد سدرة المنتهی، یعنی درخت نب در بالای آسمان هفتم که جنت المأوایی برای پرهیزگاران وعده شده نزد آن قرار دارد. یعنی نزد درخت سدرة المنتهی جنت المأوایی برای پرهیزگاران وعده شده قرار دارد. الله نصیب گرداند برای هر یک مسلمانان مؤمنان، آنهایی که با ما هستید، دیدنی جنت المأوا. و کیا به پیش برآمدند بیایید میبینیم. رمیسه، سلمان، اسیه، شادیبک جابیرو و فاطمه، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. قوه را ببینید که 2-3 نفر خواهران ما و 2 نفر برادران ما در جاهای نمایان هستند و اکثر خواهران در جاهای نمایان هستند. و اگر مبادا شما ما رو در شبکه قرآن دستورالعمل انسان تماشا میکنید، آنجا صفحه اصلی دانش و سنجش نیست، مرحمت به شبکه دانش و سنجش ابونه شوید، چون که افیر شاید اونجا کمی دیرتر می رود. افیر مستقیم در شبکه دانش و سنجش، مرحمت اینجا بیایید و زیر چت آن نوشته کنید. با سوالی دیگر میگذاریم. آنچه در نزد الله هست از بازی و تجارت بهتر است. همین صحیح است. تجارت بهتر چون سرمایه دین میکند؟ صحیح نیست. در قرآن آمده است، تنها در حدیث ذکر شده است. کدامش درست است؟ آنچه در نزد الله هست از بازی و تجارت بهتر است. این صحیح است. سوره اگر خطا نکنم جمعه بود. اینک جواب های شما کدامش درست است؟ یک نفر گفتند که تجارت بهتر چون سرمایه دین میکند. خیلی خوب. و هر کسی که اینجا علی عمر جوابات آن درست که بود گفتید و 14 نفر جواب های درست گفتند. بله، در قرآن آمده است در سوره جمعه آیت 11. بیایید این را میخونیم چی است، یعنی آخران آیت سوره جمعه. من ترجمه معنا رو این لحظه میخونم تماشابینان عزیز تا که ما و شما معلومات داشته باشیم. در سوره جمعه آیت 11 چنین آمده است: و چون تجارت یا بازی بینند بعضی از مسلمانان پراکنده می شوند و به جانب آن می روند و تو را ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بر منبر ایستاده رها کنند. بگو آنچه در نزد الله هست، یعنی بگو ای پیامبر آنچه در نزد الله هست از پاداش بزرگ است، از بازی و تجارت بهتر است و الله بهترین روزی دهندگان است. پس از او طلب رزق و روزی کنید و با طاعت او مدد جویید از خیر دنیا و آخرت. و آنچه در نزد الله است از بازی و تجارت بهتر است. و آنهایی که روزهای جمعه در وقت نماز با تجارت مشغول هستند، چون این آیت سوره قرآن کریم نازل شده برای آنها، تجارت را یک کنار مانید و به نماز جمعه شتابید، چون پاداش بهترین انتظار از آنهایی که تجارتشان را ماندند و به شنیدن خطبه نماز جمعه رفتند، چون آیت نازل شده است و این از همه آن تجارت هایی که شما میکنید و ما میکنیم بهتر است. چون من بسیار برادران را میشناسم در اروپا نیست. در اروپا مسلمان ها کم هستند،
اما آنها با کارفرمای خودشان همیشگی و صحبت در وقت نماز جمعه که آمده رسید، آنها با کارفرما پیشکی میگویند روز جمعه یا برای من استراحت میدهی، یا اینکه وقتی معین وقتی نماز جمعه من میروم نماز جمعه میخونم. و کارفرما اگر که گفت اجازت، میرود نمازش را همون روز خوانده میآید. و من اکثر برادران را میشناسم که گاهی میشود که بعضی کارفرمای سختگیر میگوید که نه ما اجازت نمیدهیم که به نماز بروی. آنها میگویند برای اگر که تو اجازت نداده باشی کارت از آن خودت کار کردن گیر، من رزقم را الله هم میدهد و من کاری دیگر میابم. و یک بار و دو بار نه، من بارها شنیدم و من بارها به چشمان خودم دیدم که چندین نفر آنهایی که ایمان به الله آوردند با کارفرمای خودشان گفتند که نه اگر که تو اجازت ندادی روز جمعه برای عبادت، من کار نمی کنم با تو. و در واقعا چون وعده الله هست، ان همون نفرها باز کارهای بهتر را پیدا می کردند با معاشهای زیادتر. و چون این سخنها برای همانهایی که ایمان آوردند، این سخنها شاید برای آنهایی که مؤمن نیستند افسانه بیش نباشد. اما اینجا که شما ما را تماشا میکنید، آنهایی که ما را تماشا میکنید، الحمدلله هم آنهایی که مؤمنان هستند و شما میفهمید، آنهایی که ایمان آوردگان هستید شما میفهمید. و الله کند که هر یکی ما قوی در اعتقاد خودمان باشیم. خب اینجا نوشتند که بله بعضی جهت های تکنیکی مشکلی ها دارد، از این خاطر شما از شبکه قرآن دستورالعمل انسان به شبکه دانش و سنجش بیایید، چون که آنجا شما نمیتونید در بازی اشتراک کنید. همه آنهایی که میخواهید در بازی اشتراک کنید به شبکه قرآن، از شبکه قرآن دستورالعمل انسان به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید. و خب ما به سوالی دیگر میگذاریم انشالله. رومیسا در جای اول، سلمان، فاطمه، شادیبک جابیر و علی آنهایی که در جایهای نمایان هستید. خیلی خوب. سوال 4. آیا در قرآن یادرس شده که دوزخیان نماز نمیخواندند؟ نه، چنین نآمده است. تنها حدیث ها ثابت میکند. بله، فرقش نیست، آدمی خوب باشد بهشتی است. کدامش درست است؟ آیا در قرآن یادرس شده که دوزخیان نماز نمیخواندند؟ جواب های شما. علی عمر جوابتان درست است. دنیا و آخرت جوابتان درست است. خب 30 ثانیه وقت داشتیم و 13 نفر جواب درست گفتند. بله، 2 نفر گفتند فرقش نیست، آدمی خوب باشد بهشتی است. اما چنین نیست. هرچند آدمی خوب نباشد هم، اما ارکان اسلام را اجرا نکند، ارکان ایمان را بجا نآورد، موافقه یعنی سخنهای ما نیست، موافقی سخنهای الله سبحانه و تعالی به بهشت نمی درآید، هرچند که آدمی بهترین باشد. از این خاطر تماشابینان عزیز به امید آدمی بهترین بودن نباشد. خیلی نفرهای مشرکان بهترین انسان ها هستند یا کافران بهترین انسان ها هستند، اما تا آن دمی که ایمان نآورده باشد همان بهترین انسان هم موافق سخنهای الله سبحانه و تعالی به بهشت نمی درآید. خب بیایید اکنون میبینیم سوره رقمی 74 آیتی 42 را چی گفته شده است؟ خب
چی چیزهای شما را به جهنم در آورد؟ از کافران که در حق خودشان گناه کردند. آیت قبلی از کافرانی که در حق خودشان گناه کردند. چی چیزهای شما را به جهنم در آورد؟ سوال. آیت قرآن است، معنای آن را من میخوانم. گویند گناهگاران ما در دنیا از نماز گزاران نبودیم. در دوامش و به درویشان و کمبغلان طعام نمی دادیم. در دوامش و آنان که سخنی باطل می گفتند هم آواز می شدیم. یعنی به آنهایی که سخنهایی بد می گفتند و اهل باطل بودند هم صدا می شدیم و روز قیامت را دروغ می شماریدیم تا مرگ ما فرا رسید و ما در همان گمراهی بودیم. الله نگه دارد است چنین تقدیر. الله نگه دارد است چنین تقدیر. یعنی از وقتی سرشوی انا همین آیتی 41 و 42 گفته شده است. در آیتی 43 میگویند گناهگاران میگویند آن روزی ما در دنیا از نماز گزاران نبودیم. یعنی که نماز گذاشتن، نماز خواندن به نهایت چیزی مهم برای مسلمانان بوده است. از این خاطر هر یک از ما و شما از همین لحظه، از همین حاضر که ما رو شنیدید آغاز کنید. با تأخیر نگذارید که من امروز نه پگاه نماز میخونم، من فردا نماز میخونم. نه، هر کسی که چنین میکند خودش را فریب میکند. از این خاطر هر لحظه مناسب که شما دارید ما داریم باید توبه کنیم و همین لحظه که توبه کردیم نماز را آغاز کنیم. و خب بیایید میبینیم کیا با پیش گذاشتند، اما 13 نفر جوابهای درست گفتند در برنامه ما. سلمان جای اول، فاطمه، شادیبک جابیروف، موحید و علی آنهایی که در جایهای نمایان هستند و عبدالله نیز 4 زینه به بالا برآمدید. شما را تبریک میکنم. آنهایی که در شبکه قرآن دستور عمل انسان ما را تماشا میکنید به شبکه دانش و سنجش گذارید و به آن شبکه ابونه شوید، چون چت فقط در شبکه دانش و سنجش خوانده می شود و سیلکش را من فکر میکنم که مدیراتور در شبکه قرآن دستور عمل انسان پرتافتند زیر چت. آن را زیر کنید و به شبکه دانش و سنجش داخل شوید. سوال 5. فرزندان مؤمنان در بهشت با هم می شوند؟ سوال. بله، نه تنها با حوران زنهایشان می شوند و خلاص و یا نمیدانم. فرزندان مؤمنان در بهشت با هم می شوند با پدرانشان. یعنی که موافق به سوره. خب جوابهای شما رو من انتظار هستم، مرحمت نوشته کنید. و 19 نفر جوابهای درست گفتند. ماشاءالله، خیلی خوب، خیلی خوب. بیایید اکنون جوابی درست را 19 نفر جوابهایشان درست است. به سوره تور نگاه میکنیم، آیتی 17 تا آیتی 21. خیلی خوب، اکثریت در چت ما جوابهای درست گفتند. خیلی خوب. و تماشابینان عزیز، یک بار دیگر من یادرس میشوم، همین گفته گذاشتن های ما، یعنی شما هم بازی میکنید، شوق‌آور وقتمان رو میگذرانیم و همچنین باز یک یادآوری میشود برای ما و شما. بیایید اکنون ترجمه معنای سوره تور در شبکه قرآن دستور عمل انسان هست. هر کسی اگر خواهد شما میتونید گوش کنید و بیایید دیده میگذاریم چی آماده است در سوره تور آیتی 17. هر آینه پرهیزگاران در بهشت ها
و ناز و نعمت خواهند بود. خوشحال شده به سبب آن که آنها را پروردگارشان نعمت داد و آنها را از عذاب دوزخ نگه داشت. بخورید و بنوشید از طعام و شراب ها خوش و گوارا به سبب اعمال نیکی که در دنیا انجام میدادید. بر آن تخت های کناری هم چیده تکیه میزنند و خانه‌دار کنیم آنها را با حوران زیبای شهلا چشم. کسانی که خود ایمان آورده و فرزندانشان در ایمان پیرویشان کردند، فرزندانشان را به آنها در جنت برسانیم و از آن پاداش عملشان هیچ کم نکنیم. هر کس در گرو کار و کردار خیشتن است و گناه کسی را بر دوش خود نمیگیرد. یعنی اگر فرزندان شما نیست، فرزندان ما نیست، پیروان دینی مبین اسلام، پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان و مؤمن باشند، انشاءالله آنها نیز یک جای با پدرانشان در جنت هستند. و چرا این موضوع رو ما امروز انتخاب کردیم تماشابینان عزیز؟ چون اکثر میگویند که بیشتر ما و شما درباره دوزخ گپ میزنیم و درباره جهنم و درباره عذاب و درباره ترس. البته در آیات های قرآن آمده که هر کس، هر مؤمن باید که از الله بترسد، اما وعده های بهشتی ببینید که چقدر بسیار است و انشاءالله ما در پیش باز در این باره با شما صحبت میکنیم. و فرزندان ما و شما باید که بدانند که هر یک از ما و شما میتوانیم، یعنی قادر هستیم که بهشتی الله سبحانه و تعالی را سزاوار باشیم. یعنی با عمل، یعنی که ما برداشت کرده میتوانیم. برای مؤمنان از آن چیزی که خودشان میتوانند، از برداشتشان زیاد را الله سبحانه و تعالی بالای کتفشان نمانده است. نه، یعنی که هر یک از ما و شما، آنهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارید، میتوانیم انشاءالله به خواست الله سبحانه و تعالی به بهشت برویم. از این خاطر باید که امری الله سبحانه و تعالی را به چون و چرا اجرا کنیم. آنچه امرها و وعده ها برای بهشت در آمدن برای ما در کتاب الله، در قرآن کریم برای ما آمده است. تنها همان را اجرا کنید و انشاءالله که بهشت نصیبتان میگردد. و درباره چگونگی بهشت انشاءالله ما در پیش با شما باز گفته میگذاریم. و در جای اول سلمان، فاطمه، شادیبک جابیروف، موحد و رومیسه، آنهایی که جاهای نمایان را سزاوار شدند. ماشاءالله، خیلی خوب. و به سوالی دیگر میگذاریم. در باغ‌های بهشت درآیید. جای نقطه را پر کنید. پر نعمتی، کم میوه، گرمی، بلندی، کدامش درست است؟ در باغ‌های کدامی از آن همین وریانت ها بهشت درآیید. اینک جواب های شما موافق سوره واقعه. بله، در باغ‌های پرنعمتی بهشت درآیید. خب علیشیر عظیم، جوابتان درست. امین از سفر و جواب درست گفتید. انتی منافق، بله درست گفتید. علی عمر، جوابتان درست است. خیلی خوب. و بیایید اکنون همین سوره واقعه ترجمه معنایش را یک جای با شما میخوانیم. در واقع به نهایت یک تکان دهنده است آیات های سوره واقعه. من به نهایت دوست میدارم خواندن ترجمه معنای همین سوره را.
در آیت 12 آمده در بهشت های پرناز و نعمت خواهند بود. داخل می شوند به جنت گروهی از پیشینیان این امت و امتان دیگر و شماره اندکی از پس آمدگان هستند. بر تخت های گوهر نشان خواهند نشست. تکیه زده روبروی یکدیگر نشسته باشند. بر گرد آنها می گردند. برای خدمت آنها پسرانی همیشه جوان که پیر نمی شوند و نمی میرند. با قدح ها و کوزه ها و جام های از شرابی که در جنت جاری است. شرابی که از نوشیدنش سردرد نمی گردند و از هوش نمی روند. و این خادمان برای جنتی ها بیارند هر نوع میوه را که می خواهند و گوشت پرنده از هر نوعی که پسندشان باشد و برای آنهاست حورانی یعنی زنانی شهلا چشم مانندی مرواریدها در صدف پنهان کرده شده. این همه نعمت هایی که برایشان داده می شود مکافات عمل های نیک است که در دنیا می کردند. چه عمل های نیک است؟ ما و شما چون که من وعده کردم برای آنهایی که صبر دارند، برای آنهایی که می خواهند بدانند، در دوام برنامه انشاءالله شما می شنوید انشاءالله امروز. و امروز برنامه ما درباره بهشت و درباره دوزخ و میگذاریم به سوالی. میبینیم که او در پیشند و به سوالی دیگر میگذاریم. سلمان شادیبک جابیروف، رمیسه موحد عبدالرحمن، آنهایی که در جایهای اول هستید مبارک باشد. خیلی خوب. سوال آخر قسمت اول: دوزخی و بهشتی با هم برابرند؟ سوال: برابری برادری، بعضیشان برابرند، به ما معلوم نیست. برابر نیستند، کدامش درست است؟ دوزخی و بهشتی با هم برابرند؟ سوال: 4 علیشیر عظیم جوابتان درست، علی عمر جوابتان درست، درویش تجه درست گفتید، ادیما و دینایو درست گفتید. برابر نیستند و 18 نفر اکثریت جوابی درست گفتند، چون با آیت های قرآنی با آیت های قرآنی کریم ثابت شده که برابر نیستند. بیایید اکنون سوره حشر را نگاه میکنیم. آیت 19 و 20 را چی گفته شده است در ترجمه منو؟ و همچون کسانی نباشد که الله را فراموش کردند، پس الله تعالی نیز آنان را دوچاری خود فراموشی ساخت. یعنی آنها بدکار و نافرمانند. در دوامش چنین آمده است: اهل دوزخ و اهل بهشت در مرتبه خود با هم برابر نیستند. اهل بهشت خود کامیاب شدگانند و از همه ناخوشی ها نجات یافتگانند. کی اهل بهشت؟ برابر نیستند دوزخی ها و بهشتی ها. بهشتی ها، جنتی ها نجات یافتگانند، ابدا نجات یافتگانند. و این بود جوابی درست. برابر نیستند دوزخی و بهشتی. پیدا کن ببینیم که ها به جای خوب رفتند و کی به پیش برآمد. خب مبارک باشد. موحد جای سیوم، جای دوم شادیبک جابیروف،
و جای اول نصیب سلمان گردید. مبارک باشد شما را صمیمانه تبریک میکنم. آنهایی که جاهای خوب داشتند، عبدالرحمن و مریم نیز در جاهای اولین بودند. تبریک میکنم. یک بار دیگر تماشا میکنیم آنهایی که جاهای نمایان را سزاوار شدید و بعد از آن قسمتی 2 را آغاز میکنیم. موحد جای 3، شادیبек جابیروف جای 2 و جای اول نصیب سلمان. مبارک باشد. عبدالرحمن و مریم نیست. خیلی خوب. خیلی خوب و من قسمتی 2 برنامه رو این لحظه آغاز میکنم. انشالله جا با جا میکنم و یک جای با شما میتوانیم که در قسمتی 2 برنامه باز اشتراک کنیم. و قسمتی 2 برنامه ما نیست مثل ان همین برنامه میشود و درباره بهشت و درباره دوزخ. واقعا وریانت ها چنان وریانت ها رو ما انتخاب کردیم که قریب که همه میتوانند جوابی درست گفته توانند، چون وریانت خطا معلوم است خودش. از این خاطر من امید دارم و باوری دارم که این لحظه شما میتوانید به جایهای خوب براید. ابونه شوید جایی به شبکه دانش و سنجش. ماشاءالله اینجا عبدالله نوشته کردند که جای 7. خیلی خوب. ماشاءالله. سلمان رو تبریک میکنیم که امروز جای اول رو سزاوار شدید. 491 57 97 مرحمت داخل شوید. روی اکران میبینید 491 57 97 داخل شوید. خیلی خوب. من نمیدونم که تا حال در شبکه قرآن دستورالعمل انسان نیست افیر می رفته باشد، نمیدونم. به هر حال آنهایی که آنجا هستید به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید تا که توانید در برنامه ما اشتراک کنید، چون بله من میبینم که قرآن دستورالعمل انسان نیست تا حال فعال است، اما ما در شبکه دانش و سنجش هستیم. از این خاطر آنهایی که در خب بله اینجا مدیریتور نوشته کردند به شبکه دانش و سنجش بیایید و در آنجا اشتراک کنید. خیلی خوب. من بالا میکنم. خیلی خوب. چون اکثریت از تماشابین ما عادت کردند در شبکه قرآن دستورالعمل انسان ما رو تماشا میکردند و در آنجا هستند. از این خاطر نمیدونند که شبکه الهیده، شبکه دانش و سنجش ما آماده کردیم برای آنهایی که میخواهند اشتراک کنند. مرحمت به همین خاطر به این شبکه آبونه شوید، به شبکه دانش و سنجش دستگیری کنید، به دیگران فرستید تا که دیگران نیز در برنامه ما توانند اشتراک کنند. واقعا چنانه که ما گفتیم رسالت پیامبران را رسانیدن پیام است، رسانیدن سخنهای الله است و هر کسی که حتی یک آیت را میداند آن را به دیگران برساند و ما آن همین رسالت را این لحظه ها دوام داده ایستاده ایم، یعنی که تنها رسانیدن پیام، باقی هیچ چیز طلب نمی کنیم، یعنی که نه پول نه چیز دیگر. و الحمدلله افیرهای ما شما با خبر هستید، هم شبکه قرآن دستورالعمل انسان و دیگر شبکه های ما الحمدلله همون مانیتیزاسیون ندارد تا حال، چون الحمدلله یقین داریم که رزق را الله سبحانه و تعالی می دهد
و آنهایی که ایمان آوردند آنها میفهمند، نوابسته از آن که مثلا رکلام در این یا آن شبکه میبراید، ما از آن وابسته نیستیم الحمدلله و تنها از الله سبحانه و تعالی امید میکنیم. رزق دهنده اللهی بزرگوار است. خوش آمدید. میبینم که 27 نفر شدن در قسمت دوی برنامه ما و یک چیز رو یادرس میشوم، چون برنامه ما هم برای کلان ها است و هم برای فرزندان شما تماشابینان عزیز. از این خاطر فرزندان رو نیست تفسیه کنید. خب من از این پیشتر گفته بودم که اگر فرزندان من نیز اشتراک میکنن در برنامه، گفته بودم که در دو بازی اگر کسی که برد کرده از شما صاحبی مکافات می شود و اگر شما این لحظه هستید من میبینم که داخل نشدند، یعنی من گفتم که در دو برنامه، عین حال میگویم که اگر در همینش نیز اشتراک کنید و برد کنید حتما صاحب مکافات می شوید. یعنی این خطابی من برای فرزندان من که این لحظه شاید تماشا میکنند و بازی میکنند. یعنی شما نیست تماشابینان عزیز به نزدیکان خودتان یگان مکافات معین کنید از خودتان تا که آنها شوقمند شوند و در بازی اشتراک کنند. یعنی در بازی اشتراک کردن چند فایده دارد. یکیش آن که ما و شما با زبان ادبی تاجیکی صحبت میکنیم. اکثریت از ما و شما در روسیه هستیم و یا در اروپا هستیم و یا در امریکا هستیم، چون با زبانی همون منطقه‌ای که ما و شما هستیم بسیار صحبت میکنیم و در خانه نیست بعضا میشود که فرزندان به زبانی همون محلی که زندگی میکنند عادت کردند. از این خاطر ما دو برد داریم، هم زبانی تاجیکی همون فراموش نمیشود انشاءالله و همچنین باز از آن چیزی که ما باید دانیم، باید عمل کنیم به آن، یعنی این دینی ما است و ما میگویم که ما مسلمان هستیم و آن پیامی که در قرآن کریم آمده است تنها درباره آن ما و شما صحبت داریم، از پیش خودمون چیز نمیگویم. از این خاطر تفسیه کنید تا که آنها نیز درآیند، آنها بازی کنند و من فکر میکنم که این برای ما و شما انشاءالله فایده خواهد بود، برای آینده نسل ما نیست. خوش آمدید و بیایید من آغاز میکنم، چون 27 نفر الکی وارد به برنامه ما شدند و در چت ما اگر خطا نکنم هر کسی که آبونه شده باشد نوشته میتواند، یعنی که غیر آنها، غیر از آبونچه ها دیگر کس نوشته نمیتواند و به همین خاطر به شبکه دانش و سنجش حتما آبونه شوید و به دیگران نیز فرستید. باور کنید انشاءالله قسمت دوی برنامه ما نیست از عبارت از 7 سوال است و سوال ها بی‌نهایت شوق‌آور است، بی‌نهایت سوال های شوق‌آور است و همچنین سوال هایی که باید به ما و شما عبرت خواهد بود انشاءالله، چون درباره بهشت و درباره دوزخ با شما در این برنامه صحبت میکنیم و سوال ها آماده کردیم. خب من این لحظه با بعضی از یار و دوستانم نیست روان میکنم، چون گفتیم که هر کس آن حدیثی که من یادداشت شدم برای شما، انس رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی از شما مؤمن شمرده نمی شود تا آن که دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را که برای خودش دوست می دارد. از این خاطر ما دوست می داریم که برادران ما نیست در برنامه ما این لحظه اشتراک کنند. از این خاطر برایشان خواب روان میکنیم. خیلی خوب و بعد از این انشاءالله آغاز میکنیم. ماشاءالله و قسمت دوی برنامه ما این لحظه ها پیشکش شما می شود. کسی که دین اسلام را انکار می کند کیست؟ از این وریانت هایی که شما در پایان می بینید، بدعتچی، خدمتچی، کافر و یا کامل، کدامش درست است؟
کسی که دین اسلام را انکار میکند، یعنی رد میکند. آن همان کیست؟ از آن وریت هایی که شما در پایان میبینید. بله، 23 نفر جواب های درست گفتید. هر کسی که دین اسلام رو انکار میکند، رد میکند، موافقی سخنان الله سبحانه و تعالی کافر شمرده می شود. سیفالدین غنیف جوابتون درست بود. علی شیرازیم درست بود. انتی منافق درست گفتید. ابوبکر حلیم جوابای درست گفتید. و کیا به پیش برآمدند؟ رمیسه، خدیجه، آسیه، آمینه و علی، آنهایی که در جاهای اول هستید، تبریک میکنم. خیلی خوب. دلیلش را انشالله همه شما میدانید، بیایید باز گفته نمیگذاریم. هر کسی که حتی امر الله را، یک فرمانی الله را اجرا نکند، خود ما نگفتیم، یعنی هیچ کس را ما نمیگوییم که کافر، یعنی تکفیر نمی کنیم، اما سخنهای الله سبحانه و تعالی است و اینجا هیچ کس چیزی گفته نمیتواند. از این خاطر باز به بعضی سوال هایی که شما این لحظه در سرتان دارید ما در دوام برنامه جواب خواهیم گفت. سوال 2: آیا به کافران دوزخ وعده شده است؟ به بعضی اشان قطعا وعده شده است. کافران هم آدم کو؟ به ما نامعلوم. کدامش درست است؟ آیا به کافران دوزخ وعده شده است؟ جواب های شما. و 30 ثانیه وقت داریم و همه جواب های خودشان را نوشته میکنند. علی شیرازیم درست گفته، دنیا آخرت دیدی ما و دینه و جواب های درست گفته. بله، قطعا وعده شده است برای آنهایی که دین اسلام را رد میکند، انکار میکند، قطعا وعده شده است دوزخ، جهنم. و این جوابی درست است. و من میخواستم برای شما همین را کوتاه خوانده گذارم. آیت ترجمه معنای سوره زمر آیت 71 و 72. دردناک است واقعا، حتی خواندنی همین گونه آیت دردناک است، چون ما و شما میدونیم که چقدر نزدیکانی ما، چقدر دوستانی ما آنها پورا ایمان نآوردند و هر یک از آنها امید میکنند که ابدی زندگی میکنند. بسیارشان را نظر کنید که خانه های بی نهایت کلان و زیبایی میسازند و فکر میکنند که ابدا در آن خانه ها مقیم میمانند. میدونند که میمیرند، میدونند که یک روز نه یک روز میروند، اما باور ندارند که انا همان روز شاید نزدیکی باشد. بیایید ترجمه معنای همین آیت را از سوره زمر میخوانیم. کافران گروه گروه به سوی دوزخ رانده میشوند، همین که به آنجا میرسند درهایش گشاده میگردد و نگهبانش میگوید آیا پیامبرانی از میان خودی شما به سراغتان نآمدند که آیات پروردگارتان را برای شما میخواندند و درباره دیدار این روز هشدار میدادند، یعنی یادرس میشدند؟ آنان یعنی دوزخیان در پاسخ میگویند آره، ولی ما این کارشان کردیم، یعنی رد کردیم و فرمانی مجازات سزای کافران است. یعنی فرمانی همون
درد دادن، عذاب دادن سزای کافران است. در دوام آیت چنین آمده است: با آنان گفته می شود از درهای دوزخ وارد شود و جاویدانه در آن عمر به سر برید و براستی جایگاهی متکبران چی بد جایگاهی است، آنهایی که کبر کردند. لا حول ولا قوة الا بالله. از این خاطر تماشابینان عزیز، هر لحظه ای که شما اگر یک ذره هم در دلتان ایمان باشد، چون آخر تمام شدنی است این دنیا، ابد نیست، یک روز نه یک روز می رویم. و امروز الحمدلله به زبانی که خودمان ما و شما می فهمیم ترجمه ها بسیار است. الحمدلله اکثر از ما و شما نمیدانستیم و الحمدلله امروز به واسطه همین ترجمه ها ما حق را از باطل جدا می کرده شدیم. اما چگونه قبول میکنیم؟ انا همان گوش هایی که از آن ما میشنود، انا همان چشمانی که ما میبینیم، زبان هایی که ما گپ میزنیم، آیا راست میگویند دروغ میگویند؟ آیا قبولش را کرده میتوانند گوش هایمان، چشمانمان دیده میتوانند آن چیزهایی که ما و شما امروز میبینیم و میخوانیم؟ الله هدایتمان کند. و هرگاهی که این سخنها را میشنوید و به قرآن کریم حتی بسیاری کافران اعتقاد آوردند، یعنی باور کردند که این کتاب عادی نیست، این سخنهای الله است و هیچ کس مانندش را در یگان زمانه نوشته نتوانست، مانند یک آیت و یک آیتش را. تماشابینان عزیز، برای چی تفکر نمی کنیم؟ و بیاید میگذاریم به سوال دیگر و پیش از آن میبینیم که ها در جاهای اول هستند. رومیسا، خدیجه، محمد، مریم و موحید، آنهایی که در جاهای خوب هستید، من شما را تبریک میکنم. سوال 3: به مؤمنان پاکیزه چی گفته می شود؟ جاویدانه به بهشت درآیید، از بهشت برآیید، گشته به خانه‌تان بروید. چرا آمدید؟ کدامش درست است؟ به مؤمنان پاکیزه چی گفته می شود؟ موافقی سوره زمر آیت 73، یعنی دوام همین آیت هایی که ما و شما نوکک خواندیم. به مؤمنان پاکیزه چی گفته می شود؟ علی شیر عظیم جوابی درست گفته، دنیا و آخرت جوابتان درست، ایدیم ما آدینه و درست گفتید. علی عمر درست گفتید. و خب بله، جاویدانه به بهشت درآیید، به مؤمنان پاکیزه گفته می شود، جاویدانه به بهشت درآیید. از این پیش ما درباره جهنم و بکی جهنم، یعنی دوزخ بکی وعده شده بود گفته گذاشتیم و در دوام آیت باز خوشدار است برای مؤمنان، برای مؤمنان پاک. با آنها گفته می شود جاویدانه به بهشت درآیید. ترجمه معنا: و کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند، یا اینکه در ترجمه دیگر و آنهایی که از پروردگارشان ترسیدند و عمل به طاعت او کرده اند، گروه گروه به بهشت می برند. چون بهشت برسند درهایش گشاده شود و از سبب پاک بودن اثر گناهانشان در بانهای بهشت با مژده ها و خرسندی ها برایشان گویند: سلام بر شما، پاکیزه بودید، خوش باشید، پس جاویدانه به آن بهشت درآیید.
این سلام و این بهترین مقام برای مؤمنان است. یعنی ما خودمون انتخاب میکنیم به کجا میخواهیم و بین همین یک کوپرو که هست که ما و شما باید که از آن با درکی درست گذاریم. خودمون برای خودمون انتخاب میکنیم به کجا میخواهیم. این سخنهای من این لحظه تنها برای مؤمنان است. آنهایی که ایمان آوردند شما میفهمید و هر کسی که ایمان ندارد برایشان افسانه بیش نیست، چون چشمانشان نمیبیند، گوشهایشان نمیشنود. و خب بیایید میبینیم که ها به پیش گذاشتند و بعداً باز دوام میدهیم. ترجمه سوره زمر در شبکه قرآن دستور عمل انسان هست. میتوانید آنجا شما ترجمه معنا را به پورگی گوش کنید. به نهایت تاثیر بخش است. در جای اول رومیسا، خدیجه، شادیبک، جابیروف، مریم و محمد آنهایی که در جایهای نمایان هستند و عبدالحکیم نیز به جایهای خوب برآمدید. مبارک باشد. و به سوال 4 میگذاریم. وقتی که مؤمنان به بهشت می درآیند اولین سخنانشان چیست؟ وریانت ها: آتا امکنی، واو، هورانم کجاست؟ و یا الحمدلله. کدامش درست است؟ وقتی که مؤمنان به بهشت می درآیند اولین سخنانشان چیست؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان می بینید. بله، قریب که همگی جوابهای درست گفتند. بله، الحمدلله میگویند هر نفری که به بهشت داخل می شود. این است آرزوی هر یک مؤمن، این است آرزوی هر یک از ما و شما. چون حتی خرد بودیم میگفتیم که این بیخبر بودیم از رسالت پیامبران، بیخبر بودیم از سخنهای الله سبحانه و تعالی. میگفتیم که نخواد که این دنیا تمام شدنی باشد، نخواد که دنیا تمام شد، نخواد که ما وفات کنیم. یعنی این یک مفکوره کودکانه بود وقتی کودک بودیم. و امروز که یقین داریم و میدانیم و میبینیم که همسایه هایمان مردند و رفتند، دوستانمان مردند و رفتند، شناسایمان میمرند و ما شاهدی آن میشویم و ما شاهد میشویم که چگونه برده به خاک میسپارند. اما بعد از آن چیست؟ البته مؤمنان که یقین دارند میدانند که ما به دو گروه جدا میشویم، بهشتیان و دوزخیان. و هر کسی که عملی نیک کرده است انشاءالله جایگاهش بهشت است. و هر گاهی که به بهشت می درآید الحمدلله می گفته است. بیایید میخونیم الله سبحانه و تعالی چی گفته است در ترجمه معنا سوره زمر آیه 74. بهشتیان میگویند ستایش و سپاس مخصوص الله است، یعنی الحمدلله که وعده خویش را در مورد ما تحقق بخشید. یعنی در ترجمه دیگرش آمده است سپاس الله را که هر وعده که به زبان پیامبرانش به ما داد راست گردانید. آن سرزمین بهشت را به ما میراث داد و اکنون در هر جای بهشت که بخواهیم مکان میگیریم. پس چی نیکو است پاداش عمل کنندگانی که در طاعت پروردگار خویش سعی و کوشش نمودند. چه بهترین مکانی است بهشت که الله وعده کرده بود به واسطه پیامبرانش و ما شنیده بودیم. و امروز و آن روز آنجا که مؤمنان که داخل شدند و هر یک کس میگوید الحمدلله، راست بود از وعده الله و راست بود از گفته های پیامبران.
машаалло, муборак бошад ва 24 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. дар ҷои аввал Румайса, Хатича, Марьям, Шодибек Ҷобиров ва Муҳаммад ва Асия низ сезина боло баромадед. Муборак бошад. ва хуб, инҷо бародар Абдуллоҳ барои мо навишта карданд ки фаҳмонед ки ҷавоби хато бошад зер накунанд. ва ин ҷавоб агар хато надонанд зер кунанд бо ки иншааллоҳ ки нест, чун баъд аз он ки зер карданд онҳо намехоҳанд ва яъне ки намедонанд. ҳар касе ки намедонад иншааллоҳ баъд аз барнома мефаҳмад. аммо Аллоҳ донотар аст. Дар зер кардани хато ягон гуноҳе намешавад, чунки намедонанд ва иншааллоҳ маълумоташро мо баъд аз барнома шарҳашро мегӯем иншааллоҳ. аз ин хотир сахтгирӣ накунем. саволи 5. чӣ гуна ҳукм байни махлуқот карда мешавад? ба писари президентон через мешавад? дигар доварӣ нест, ба адолат доварӣ мешавад, мутакаббирон озодӣ мебинанд. чӣ гуна ҳукм байни махлуқот карда мешавад? мувофиқи ояти 39 Зумар, сураи Зумар, ояти 75. чӣ гуна байни махлуқот он рӯз доварӣ карда мешавад? ба адолат. бале, ҷавоби дуруст ба адолат доварӣ мешавад. биёед нигоҳ мекунем чӣ омадааст он рӯз. ба фикрам 20 сония буд. мо шояд ҳама саволро дуруст нафаҳмиданд. ба ҳар ҳол шарҳашро ин лаҳзаҳо ман мехонам. ва эй паёмбар, фариштагонро мебинӣ ки гирди арши Аллоҳ ҳалқа заданд ва ба сипос ва ситоиши парвардигорашон машғуланд, яъне фариштагон. миёни он бандагон ба дурустӣ доварӣ гардад ва аслан ба онҳо ҳеҷ гуна ситаме нашавад ва дар ивази адолат ва ҳукми Аллоҳ аз ҷониби ҳама ҳастӣ гуфта мешавад ки ба ҳама ситоиш аз они Аллоҳест ки парвардигори ҷаҳониён аст. аз тафсири Саъдӣ. яъне ҳукми Аллоҳ ба адолат мешавад. ҳеҷ кас пора дода наметавонад он рӯз ки дар судҳои дунявӣ ё ин ки дар ҳамон баъзе корҳои дунявӣ бо пора корҳо ҳал мешавад. аммо он вақт, он замоне ки фаро расид, барои ҳеҷ кас пора фоида намеорад ва адолат мешавад. адолати ҳақиқӣ. онро ман медонам худамро ва шумо худатонро медонед ва ҳар як кас худашро медонад ки дар куҷо хато мекунад, дар куҷо гуноҳ мекунад ва оё ислоҳ мешавад ва тавба мекунад. аммо тавба кунандагонро тавбаашро ки тавбаи насӯҳ бошад, Аллоҳ субҳанаҳу таъоло мебахшад иншааллоҳ, чун ваъдаҳои Аллоҳ аст. аз ин хотир ҳар лаҳзае ки мувофиқ аст, ҳар лаҳзае ки тавба кунем ва дигар такрор накунем гуноҳонамонро. ва чуноне ки гуфтем, он рӯз ҳама доварӣ ба адолат мешавад. намегӯяд ки фалони писари фалони аст, биё через кунем имрӯз. афсӯс. ва хуб, киё ба пеш баромаданд? Румайса, Хатича, Марьям, Шодибек Ҷобиров, Муҳаммад ва Абдуҳаким, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. муборак бошад. хеле хуб. саволи 6. бо саломат ба биҳишт дароед. ин аст рӯзи ҷовидонагӣ. ба кӣ гуфта мешавад? ба саломат ба биҳишт дароед. ба кӣ гуфта мешавад? ба кибркунандагон, ба онҳое ки тавбакунон аз Аллоҳ метарсанд, ба фолбинон,
و منافقانی که بعضا نماز میخوانند به کی گفته می شود؟ با سلامت به بهشت مرحمت درآیید. این است روز جاودانگی. و 24 نفر جوابهای درست گفتند. بله، به آنهایی که توبه کنان از الله می ترسند. موافق سوره کف سوره رقم 50 آیاتی 33 و 34. و من میبینم که اکثریت در چت جوابهای درست گفتید. خیلی خوب. اینک دیده میگذاریم در ترجمه معنا چنین آمده است: همان کسی که در پنهانی از الله مهربان بترسید و با دل توبه‌کار پیش آید، برای این مؤمنان گویند به سلامت داخل بهشت شوید. این روز جاودانی است. اینقدر مشکل نبوده است. از این خاطر اکثر از ما و شما و اکثر از دوستان ما و شما و گاهی می شود که نزدیکان ما و شما می گویند که اینقدر مشکل است و اینقدر یعنی اطاعت کردن به دین اسلام مشکل است. نه، مشکل نیست، به نهایت آسان است برای آنهایی که میفهمند. و انشالله ان همین را پرتر میکنیم. انشالله چگونه آسان است و در آمدن به ان همان بهشتی وعده شده الله سبحانه و تعالی، و بهشتی که پیامبران برای ما درباره‌اش نقل کردند، پند دادند. آسان است انشاءالله. و بیایید در دوامی ان همین برنامه ما و شما میفهمیم چگونه میتوانیم داخل شویم. رمیسه، خدیجه، مریم، محمد و عبدالله نیز به جایهای نمایان برآمدید. مبارک باشد، مبارک باشد. و سوالی 7 یک کمی سوالی خوبم هست. آیا میخواهید صفتهای بهشتیان را در مدتی 3 دقیقه بشنوید از قرآن؟ جواب شما با جان و دل بله میخواهم، لازم نیست، وقت ندارم. آیا میخواهید صفتهای جنتیان را در مدت 3 دقیقه بشنوید؟ میبینم که چند نفر میخواهند. علیشیر عظیم میخواهند، فاضل جان، بای مرادوف میخواهند، ایدی مادی نوه میخواهند، آمینه سفر و علی عمر میخواهند. انشاءالله. یک نفر تنها نمیخواست، از باقی مانده آنهایی که در برنامه ما اشتراک کردند همه میخواهند. بیایید در مدتی تقریبا 3 دقیقه از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنای آن و سوره المعارج گفته میگذاریم. الله پاک است و ببینید چگونه آسان است. عملهایی که به بهشت میبرند و صفتی بهشتیان اینجا گفته شده است و من این لسان را برای شما عیناً از ترجمه معنا ذکر کرده خوانده میگذارم. غیر از نمازگزارانی در آیت 22 آمده است و در دوامش آمده است که نمازشان را در همه حالت میخوانند و یگان چیز آنها را از نماز مشغول نمیسازد و آنان که در اموالشان حق است معین، یعنی زکات در نظر داشته شده است، دوامش برای پرسنده و یعنی گدایان و آن که از قناعتمندی نمی پرسد و کسانی که روز قیامت را تصدیق میکنند، یعنی باور میکنند، پس به عملهای صالح برای آن روز تیاری میبینند برای
با عملهای نیکشان تیاری میبینند به قیامت. و کسانی که از عذاب پروردگارشان ترسانند، یعنی از عذابش میترسند، که هر آینه از عذاب پروردگارشان در امان نتوانند بود، آنهایی که گناه میکنند. و کسانی که شرمگاه خود را از تمام آن چیزهایی که حرام است نگاه میدارند، مگر برای همسرانشان یا کنیزانشان که در این حال البته ملامت بر آنها نیست، یعنی غیر از همسران و کنیزان دیگر با کسی یا شرمگاه خود را به دیگران نشان نمیدهند. دوامش: پس کسی که برای قضای شهوت خود از غیر همسران و کنیزان خود طلب کند، پس آنها از حد گذشتگانند، یعنی گناهگارانند. و کسانی که امانتهای الله و بندگان و عهدهای به الله و بندگان را رعایت میکنند، و کسانی که شهادت خود را به حق به تغییر و پوشش ادا میکنند، و کسانی که نمازهایشان را در وقتش و یگان واجبی را از آن ترک نمی کنند، اینهایی که چنین صفتهای بزرگی را دارند، جای داده شدند در بهشت‌های گرامی، مکرم و معزز. یا اینکه در ترجمه دیگر آمده است: اینها در باغ‌های بهشت گرامی می شوند. یعنی ما در مدت چند لحظه کوتاه توانستیم صفتهای بهشتیان را برای شما از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنای آن رسانیم، و الحمدلله توانستیم در مدت خیلی کوتاه آن صفتهای مؤمنان بهشتی را برای شما رسانیم. نخواد که همین صفت را ما و شما نداشته باشیم. و چنانی که شما نوکک شنیدید از ترجمه معنا، خیلی عادی و آسان بوده است. نخواد که همین کارها انجام داده نتوانیم، چنانی که نوکک شما گوش کردید. و انشالله هر کسی از شما اگر خواسته باشید میتوانید بعد از این برنامه، ثبت برنامه است، دوباره همین صفت ها را گوش کنید. در واقع عادی و آسان است و هر یک کس قادر است و هر یک کس میتواند این عمل ها را اجرا کند تا که بهشت برایش نصیب گردد. الله تعالی هر یک از ما و شما را پاداش نیک دهد و الله تعالی کند که هر یک از شما و نزدیکانتان مسلمان مؤمن باشد و بهشت را نصیب گرداند الله تعالی برای هر یک از شما، هر یک از ما و شما. امین. و چنانه که پیشتر بارها برای ما گفتند که فقط درباره وزنینی ها، درباره مشکلی ها، درباره عذاب دوزخ و چون درباره دوزخ و درباره صفات های دوزخ و جهنم در یوتیوب و همچنین در دیگر شبکه های اجتماعی به نهایت بسیار است، اما برابری آنچه قدری که درباره جهنم گفته شده است، الله سبحانه و تعالی درباره بهشت نیز وعده های زیاد کرده است و ما و شما این لحظه همون اکثریتش را دیده گذاشتیم، یعنی خطا کردم، اکثریت نه، کمترینش را دیده گذاشتیم. و مثل این گفته هایی که در بازی ما و شما جای دادیم و این لحظه ما خواندیم و شما شنیدید، این یک قطره از آن بحری که ما داریم. آن بحر کتاب قرآن ما است که در آنجا همش ذکر شده است. و باری دیگر دعا میکنیم که الله هدایت کند ما و نزدیکان و آنهایی که ما دوست می‌داریم آنها را، تا که توانیم با هم ابداً در بهشتی وعده کرده یا الله و رسولان الله وعده کرده در آن بهشت باشیم. دستگیری کنید شبکه نوی ما رو، شبکه دانش و سنجش رو به دیگران فرستید و ما انشالله باز روزهای نزدیک برنامه آماده میکنیم و یک جای با شما میشیم. خب بیایید در نهایت اکنون میبینیم که او به جای اول برآمدند، چون قسمت خوبی برنامه ما نوکک آمده رسید. جای سیوم خدیجه مبارک باشد.
ҷойду насиби Марьям гардид ва ҷои аввал насиби Румайса муборак бошад. Ва Абдуҳакиму Исмоил низ дар ҷойҳои намоён будед. Шуморо низ самимона табрик мекунам. як бори дигар тамошо мекунем. хатиҷа ҷои сеюм Марьям ва ҳамчунин ҷои аввал насиби Румайса ва Абдуҳаким ва Исмоил низ дар ҷойҳои намоён будед. як бори дигар табрик мекунам ҳамаи шуморо ва тамошобинони азиз. ин лаҳза бо шумо хайру хуш мекунам. то вохӯриҳои дигар хонобод ва сарбаланд бошед. ҳамдигаратонро эҳтиёт кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои Қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. дар сураи ҷин дар Макка нозил шудааст ва аз 28 оят иборат аст. бисмиллаҳи рроҳмани рроҳим. ба номи Аллоҳи бахшояндаю меҳрубон. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. бигӯ эй паёмбар, аллоҳ таоло ба ман ваҳӣ кардааст ки гурӯҳе аз ҷин ҳамоно гӯш фаро доданд ҳангоме ки ман тиловати Қуръон мекардам. пас чунин шуниданд. ба қавмашон гуфтанд ҳамоно шунидем Қуръонро. хеле хуш аст дар балоғаташ, фасоҳаташ ва дар аҳкому ахбораш. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. даъват мекунад ба сӯи ҳақ ва ҳидоят. пас мо ба ин Қуръон имон овардем ва ҳаргиз касеро дар ибодат шарики Парвардиgoramon намесозем. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ва албатта азамати Парвардигори мо олист. نه همسره گیرد و نه فرزنده دارد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. و بخیرد ما ابلیس درباره الله تعالی سخنانی دور از حق می گفت. یعنی گویا که الله شریک و فرزند دارد. تفسیر بغوی. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. و ما هر آینه می پنداشتیم آدم و جین درباره الله تعالی هرگز دروغ نمی گویند. یعنی با الله تعالی شریک و فرزند قرار نمی دهند. تفسیر بغوی. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن
فزادوهم رهقا. و نیز مردانی بودند از آدمیان که با مردان از جین پناه می بردند. پس زیاده کردند مردان جین بر انس‌های پناهجوی ترس و هراس بیشتر را. یعنی این آن پناهبری است که عهد جاهلیت این گونه پناه می بردند و این نوع شرک اکبر است که الله آن را نمی بخشد مگر بعد توبه نصوح. در این آیت هشداری سخت است برای کسانی که به نزد جادوگران و فالبینان می روند. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. و همچنان که شما ای گروه جینها می پنداشتید، انس‌های کافر هم می پنداشتند که الله تعالی هرگز هیچ کس را دوباره بعد از مرگ زنده نمی گرداند. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. و ما گروهی جینها طلب کردیم به آسمان رسیدن را تا بشنویم سخنهای اهل آسمان را. پس آن را پر از فرشتگان نگهبان و قدرتمند یافتیم، با ستارگان انداخته می شود و آن کسی را که به آسمان نزدیک شود. تفسیر طبری. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. و ما هر آینه می نشستیم پیش از این به جایهای از آسمان تا بشنویم اخبارش را. پس هر کی اکنون برای گوش کردن نشیند، شهابی را یعنی آتش پاره را در کمین خود یابد که او را سوزانده هلاک می کند. این دو آیت باطل می سازد دوای جادوگران و فالبینان را که می گویند آنها علم غیب را می دانند و بیخیردان را با این دعوای دروغینشان گمراه می سازند. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. و ما گروه جینها نمی دانیم که آیا برای کسانی که برای زمین هستند بدی مقدر می شود یا پروردگارشان می خواهد برای راستشان ببرد. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. و بعضی از ما نیکوکار و صالحند و بعضی از ما غیر این کافر و فاسقند و گروه های گوناگونیم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. و ما یقین دانستیم که الله بر ما قادر است و ما در زیر قبضه و فرمانروایی او می باشیم. پس اگر کاری را به ما خواهد از او گریختن نتوانیم و هرگز نتوانیم سوی آسمان گریختن از عذابش اگر بدی را به ما خواهد. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. و چون قرآن را شنیدیم با آن ایمان آوردیم و اقرار کردیم که قرآن از نزد الله است. پس هر کی به پروردگارشان ایمان آورد پس نه از نقصان حسناتش می ترسد و نه از ستم، یعنی مبادا که در بدیهایش اضافه نشود. تفسیر طبری. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.
و هر آینه بعضی از ما جنها مسلمانانند و بعضی از حق دور. پس آنهایی که اسلام آوردند، پس آنها قصد کردند راه راست را، یعنی سرفرود آوردند به طاعت برای الله تعالی. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. و اما آنهایی که از راه اسلام دورند، پس آنها هیزم جهنمند. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. و اگر آدمان کافر و جنهای کافر به راه اسلام می رفتند، هر آینه برای آنها آب بسیار را فرود می آوردیم و ریزقشان را در دنیا فراخ می کردیم. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تا آنها را بیازماییم چگونه نعمتهای الله را شکر می کنند و هر کی از طاعت پروردگارشان و گوش کردن قرآن و عمل کردن به آن روی گرداند، او را به عذاب سخت در اندازند. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. و هر آینه مسجدها برای عبادت الله یگانه هستند، پس عبادت نکنید در آنجا غیرش را. همانا مسجدها فقط برای عبادت الله یگانه ساخته شدند، یعنی واجب است پاک نگاه داشتن مسجدها از هر گونه چیزهایی که در اخلاص برای الله و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم خلل می‌رسانند. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. و چون بنده الله محمد صلی الله علیه و سلم برای پرستش پروردگارش برخاست، نزدیک بود که جنها او را بالای هم گرد کنند تا بشنوند از او قرآن را. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. بگو ای پیامبر به آن کافران، تنها پروردگارم را یگانه پرستش می کنم و هیچ کس را در عبادت شریک او نمی سازم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بگو ای پیامبر به آنها، البته من نمی توانم بر شما زیانی برسانم یا برای شما فایده بیاورم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بگو هیچ کس مرا از عذاب الله نجات ندهد اگر نافرمانی او کنم و من جز او هرگز پناهگاه نمیابم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولی آنچه می توانم رسانیدن پیام او تعالی و انجام دادن رسالت های او می باشد. و هر کی الله و پیامبرش را نافرمانی کند، پس نصیب او هر آینه آتش جهنم است که همیشه در آن خواهد بود. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. تا آنگاه که آنچه را به مشرکان وعده داده بودند، یعنی عذاب را بینگرند، پس خواهند دانست چه کسانی را یارانی ناتوانتر و شماری کمتر بوده است.
قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ای پیامبر، به مشرکان بگو من نمیدانم که آیا آن وعده عذابی که به شما دادند نزدیک است یا پروردگار من برای آن زمان نهاده است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. او تعالی دانای غیب است و غیب خود را بر هیچ کس از خلقش آشکار نمی سازد. یعنی می داند آن چیزهایی را که از چشمان غایب است. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مگر بر آن پیامبری که او را برای رسالتش اختیار کرده است و از او خوشنود باشد، پس او را به بعضی از علم غیبش خبردار می کند و برای نگهبانی او یعنی از جین از پیش روی و پشت سرش نگهبان یعنی فرشته قرار می دهد مبادا خبر غیب را ندزدند و به گوش کاهنان نرسانند. تفسیر بغوی. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. تا بداند پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبرانی پیش از او نیز هم پیام‌های پروردگارشان را حق و راست رسانیدند و او هم حفظ کرده شده است از جین همچنان که پیامبران پیشینه حفظ کرده شده بودند و الله تعالی به آنچه در نزد آنهاست از علمهای آشکارا و پنهانی امرها و حکمهای احاطه دارد. چیزی از او فوت نشود و او تعالی همه چیز را به عدد شمار کرده است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. اگر ما و یا ترجمان کجای به خطا راه داده باشد، از الله طلب دعا میکنیم که ما را بیامرزد.